تولید وطن، افتخار وطن. اولین و بزرگترین فابریکه تولید کمپل در افغانستان. فابریکه در حال حاضر روزانه 2000 کمپل ما تولید داریم. تعداد کارکنان ما به 300 میرسه. ما برای هر قسم شرایط در افغانستان آماده هستیم. برای هر قسم خدمات در بخش کمپل ما آماده هستیم. با نرم‌های بین المللی حتی بالاتر از کشورهای درجه سوم ما کمپل ها را تولید میکنیم. یعنی پرینتینگ ما به این اساس است که حتی میتونیم عکس هم روی کمپل چاپ کنیم. که کمپل وقتی که از پرینتینگ خلاص میشه به اندازه پاک شسته میشه که قابل ازی است که سرش آدم نماز بخونه. ماشین یک خاصیت داره که وقتی که سر کمپل میشینه توسط که حرارت در خود کمپل دیزاین جور میشه. ماشینی هم داریم که در افغانستان هنوز وارد نشده و ما بار اول سور آوردیم. که وقت خودتان از نزدیک بیاین ببینین، لمس کنین، برتون معلوم میشه و تفاوتشون حس میکنین نسبت به کمپلایی که از خارج از کشور میاد چقدر تفاوت داره. ما الحمدلله چیزی بسیار اپدیت، چیزی بسیار تازه، پروسس شده خود افغان ها توسط خود افغان ها برای افغان ها انشالله که تولید داریم. بدون شک. تولید وطن، افتخار وطن. اولین و بزرگترین فابریکه تولید کمپل در افغانستان. سلام و درود خدمت شما وطندارای خوب نازنینم. انشالله که دارای صحت کامل باشین از هر کجایی که ما را بیننده هستین. آرزو میکنم که مثل همیشه لبخند بر لبتان باشه و لباس عافیت بر تن داشته باشین. باز هم در خدمتتان هستم با یک برنامه جدید از پنجره افغانستان. امروز آمدیم عزیزا که افتخار وطن، تولید وطن و خدمت هموطنای ما را بر شما عزیزا به تصویر بکشم. بر اولین بار در کشور ما در کابل عزیز ما فابریکه به این بزرگی که روزانه 2000 کمپل تولید دارن. بیننده برنامه باشین، معلومات کامل در موردش می داشته باشیم و از هر بخش که هست و اینکه چی تعداد از هموطنای ما اینجا مصروف کار هستن. ما را همراهی کنین عزیزا، لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. وطندارای خوب نازنینم، قسمی که برتان گفتم خوشبختانه آمدیم تا از افتخار وطن برتان معرفی داشته باشیم. امروز به فابریکه تولیدی کمپل بخت هستیم. خوشبختانه مدیر صاحب با ما هستن، صحبت ها را همراهشان می داشته باشیم. سلام علیکم. علیکم سلام، بسیار خوش آمدید. بخیر سلامت باشین. میشه که خودتون رو بر بیننده‌های ما معرفی کنین؟ سلامت باشین. سلام برای تمام بیننده هایتان. عبدالحق نوری هستم، مدیر کل فابریکه. بسیار زیاد خوشحال شدیم نوری صاحب عزیز. در ابتدا میخوایم از شما یک سپاسگزاری داشته باشم از اینکه چنین خدمت بزرگ برای وطنهای ما میکنین. شما سلامت باشین. بخیر باشین. درباره فابریکه بر ما معلومات بدین، چقدر وقت میشه که فعال شده، روزانه چقدر تولید دارین و چی تعداد از هموطنهای ما مصروف کار هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فابریکه خو سال قبل افتتاح شد به حضور داشت اراکین بلندپایه دولت، سرمایه گذارا و صنعتکارای عزیز ما. فابریکه در حال حاضر روزانه 2000 کمپل ما تولید داریم و نظر به بازار که چقدر دیماند ما در بازار داشته باشیم، در حدود 150 هموطن ما به شکل مستقیم ما همراه ما در کار مصروف هستند. اگر تعداد فروشات ما در بازار و همکاری دولت بیشتر بشه
تعداد کارکنان ما به 300 میرسه و در پالی از که ما کمپل تولید میکنیم، در آینده انشالله هم جای نمازها را تولید میکنیم، هم موکیت بسیار خوب با کیفیت بسیار عالی انشالله به بازار تقدیم میکنیم. انشالله. واقعا جای خوشحالی است از اینکه تولیدات در وطن خود ما صورت میگیره. و استقبال مردم چگونه بوده در این مدت 1 سال که فابریکه افتتاح شده، نظر به اینکه قبلا تمام محصولات که می آمده از خارج از کشور بوده به شمول کمپل؟ از وقتی که تولیدات وطن آغاز شده استقبال مردم چگونه است؟ راضی هستن یا خیر؟ خب در حال حاضر الحمدلله در همه ولایات کشور بالخصوص در 6 زون اقتصادی ما پارک‌های صنعتی پیشرفت چشمگیری داشته. الحمدلله تجارای افغانستان و سرمایه‌گذارای افغانستان دقت بیشتری دارن روی صنعت و روی صنعتکاری در افغانستان و طبعا که همو مردم، تقاضای مردم و انتظار مردم از ما بیشتر هست و ما باید بیشتر کار کنیم. الحمدلله ما پشتیبانی خوبی از مردم داریم، گرچه شخصا اگر فابریکی خود ما در نظر بگیریم از ما کار ما اوایل است، شروع ما تقریبا 1 سال میشه که ما شروع به فعالیت کردیم، ولی امی که بازدید کننده ها میان در نمایشگاه ها در داخل فابریکه از فابریکه دیدن میکنن، رسانه ها میان بسیار قدردانی میکنن و امی باعث میشه که ما انرژی مثبت بگیریم برای پیشبرد امور کاری ما بیشتر تلاش کنیم. امی بخش چیزی که شما اشاره کردین، بخش اجناس خارجی، سر بعضی قسمت ها تعرفه وضع شده اجناس خارجی، چیزایی که در داخل از کشور تولید میشه، ولی متاسفانه هنوز بالای کمپل کدام تعرفه از طرف دولت وضع نشده. امیدوار هستم که در این راستا هم دولت با ما همکاری کنند و تعرفه گمرکی را بالای اجناس مشابه با ما بالخصوص کمپل بالا ببرن تا ما بیشتر بتونیم به هموطنان خود رسیدگی کنیم. انشالله بدون شک. و هموطنای ما میتونن با استقبال تولید وطن، با می که رضایت داشته باشن و استفاده بیشتر کنن، میتونن هم به شما کمک کنن و هم اقتصاد کشور بالا بره. دقیقاً افغان ها و مردم وطن دوستی هستند. از هر قوم و قبیله و از هر سمتی که هستیم وطن خود دوست داریم. در حال حاضر هم بسیاری از کادرهای ما هستند که تلاش میکنن برای پیشبرد و پیشرفت و ترقی وطن. انشالله که من مطمئن هستم روزی برسه که در آینده های نزدیک که ما از لحاظ صنعت چنان پیشرفت داشته باشیم که در دهه‌های بسیار زیاد و فرصت‌های بسیار فراوان نداشته باشیم. انشالله. خب دوستای عزیز بیننده برنامه ما باشین. نام خدا در اینجا دیگه کمپلایی است که به آخر کار رسیدن، تولید شدن. بله، اینجا کمپلایی است که دیگه تقریبا همه روزه در حدود 3000 4000 کمپل با مارکت عرضه میشن، بیرون میره و از شروعی که هوا یکم سرد شده بعد از ماه سنبله دیگه پروشات ما عملا ادامه داره و به همه ولایت ما همه روزه ارسال داریم. بسیار خوب. عزیزا بیننده باشین، میریم دیگه بخشای فابریکه رو از 0 تا 100 ای که کمپل چگونه تولید میشه آماده میشه براتون نشان میدیم. مرحبا. آمدیم به قسمتی که کار شروع میشه. مدیر صاحب درباره بخش بر ما معلومات بده. خب این بخش ما شامل 2 قسمت میشه. یک قسمتش قسمت اتوی کمپل، بعد از اینکه ما تنها تار به افغانستان وارد میکنیم من حیث مواد خام
تار دیگه متاسفانه در هوای سرد قدر نتیجهش خوب نمیشه. ما در هوای گرم بخش تار را کلا خلاص میکنیم. بسیار خوب. او که تبدیل میشه به اینو یک تکه دیگه. بازی از این ماشینا میبره، هم قسمت یک قسمتش از وتوس و یک قسمتش از سخت کردن کمپل است که مثلا نخ در خود همون تکه اصلی کمپل سختتر میکنه که نبره، بسیار کش نشه، پرس میشه. و هم مواد اضافی را توسط زمین پایپا اونجا یک ذخیره داریم. مواد اضافی از دیگه چیزی نیست، از او هم دوباره ما پخته میسازیم. پخته بسیار خوب عالی است، پیشش جور میشه، او را توسط زمین پایپا کش میشه، به ذخیرهش منتقل میشه دیگه. می دو کار عمدتاً همینجا صورت میگیره. بسیار عالی. فقط در این بخش چقدر هموطنای ما مصروف میباشند؟ این دیگه در هر ماشین تقریبا در 8 ساعت کاری 6 نفر مصروف میباشند. این اینجا حدوداً 20 پایه ماشین است. ما اگر ایچی آردر زیاد داشته باشیم از مارکت، از بازار، باز همیشه فعال میکنیم. تمامش فعال میکنیم. و اگر نرمال پروسه باشه، باز یک طرفش که 10 ماشین است این فعال میباشه و طرف دیگهش آماده فعال میباشه ولی کار نمیکنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. اینو بر ما بگین که مثلا روزانه که 2000 3000 تولید دارین، تمامش به خاطر بازار عمومی است بر مردم یا بعض جای دیگه می باشه، بعض مؤسسات یا بعض جای دیگه؟ خب فابریکه ما بسیار فابریکه کلان است. حدوداً 70 پایه ماشین ما داریم در فابریکه. ما برای هر قسم شرایط در افغانستان آماده هستیم. برای هر قسم خدمات در بخش کمپل ما آماده هستیم. ما اگر در بخش مؤسسات باشه، نیازمندی های مؤسسات خارجی و داخلی باشه و نیازمندی های ارگان های دولتی، بالخصوص ارگان های امنیتی که زیادتر در فصل سرما کمپل نیاز دارن و نیروهایشان هم بیشتر هست و ازشان خواهان همکاری هم هستیم، چون ما کمپل های بسیار با کیفیت را تولید میکنیم. ما هم از حالا یعنی در هر 6 ماه توسط اداره نورم استاندارد کمپل های ما تست میشه با نرم های بین المللی، حتی بالاتر از کشورهای درجه سوم ما کمپل ها را تولید میکنیم. یعنی موادی را که ما استفاده میکنیم، مواد خام ما البته برای اگر در چین و مواد استفاده شود در فابریکه، او برای عربا و کشورهای اروپایی ساخته میشه، ولی ما او مواد خام میاریم در کشور خود ما برای افغانای خود تولید میکنیم. بسیار عالی. از کیفیت و جنسیت سخن گفتین، مطمئنا این کیفیت ها دیگه محصولات خارجی ندارن که وارد کشور میشه؟ 100% ما میگیم که کمپل اقسام بسیار زیاد داره. مثل که تکه ما برای لباس خود انتخاب میکنیم، انواعش بسیار زیاد است. کمپل همین قسم است. کمپل های چینایی است، کمپل های کوریایی است، کمپل های هندی است، ولی در کشورهای منطقه ما فابریکه کمپل نداریم هیچ اصلا. مثلا ما در فابریکه بعضی انجینرهای تکنیکی نیاز داشتیم، ما در ایران اعلان کردیم نتونستیم پیدا کنیم چون فابریکه کمپل در ایران وجود نداشت. ما در پاکستان اعلان کردیم، افراد تکنیکی را پیدا نتونستیم که بیاین ما افغانای خود ما را ترین کنن. باز ما مجبور شدیم از چین بعضی انجینرهای تکنیکی را بیاریم و افغانها را زیر دست از وا مقرر کنیم تا ترین شوند. الحمدلله افغانهای ما هم تجربه کافی گرفتن و اونها را رخصت کردیم. یک دو سه تایشان هستن، ولی در مجموع در اوایل 10-12 نفر انجینرهای تکنیکی بود در بخش‌های مختلف. از اونها ما کار خود پورا کردیم، طبق قرارداد که با داشتیم اونها را رخصت کردیم. بسیار عالی. وطندارا بیننده برنامه باشین، بعد از این بخش‌های دیگه هم هست ان شاء الله. در موردشون صحبت میکنیم. مرحبا. صاحب عزیز اگه اشتباه نکنم بخش رنگ است دیگه. بله. بسیار خوب. اینجا فقط رنگ میشه یا مو بعض گلا و نقشی گپای کمپل می داشتم شما ما اینجا میشه؟ بله، این قسمت مکمل قسمت امپرینتینگ یا از رنگ است. بسیار خوب. مکمل رنگ اینجا صورت میگیره، همه گلایی که در بازار موجود است و هر قسم گلی که برای ما مردم یا مشتریای ما بیارن، مثلا یک کمپل خارجی را اگر بیارن ما میتونیم که گلش اینجا بزنیم، حتی کس امور رقم بزنیم. یا مثلا یک نهاد دولتی میخواد که لوگویش در روی کمپلش چاپ شود، او را ما میتونیم که لوگویشون بزنیم. یعنی پرینتینگ ما به این اساس است که حتی میتونیم عکس هم روی کمپل چاپ کنیم. در قسمت پرینتینگ انشالله ما افراد با تجربه و با سلیقه داریم، ما کارکرد میکنن. و بخش دومش هم
بخش شستشو است بسیار خوب. که کمپل وقتی که از پرینتینگ خلاص میشه به اندازه پاک شسته میشه که قابل ازی است که سرش آدم نماز بخونه. ماشاءالله. بسیار زیاد پاک شسته میشه. و یک بخش دیگه شونوج است که ما وقتی که کمپل رنگ کردیم باز او رنگ باید روی از تکه پخته شود. ما اوج یک با اصطلاح عام یک دیگ کلان است که توسط حرارت او رنگ دش پخته میکنه. بعد از اون دوباره شستشو میشه. از شستشو بعد دوباره میره یک ماشین بسیار کلان داریم که تقریبا 8 طبقه است. اوجا هم خشک میشه هم جلا پیدا میکنه. کمپل یک قسم جلا که داره او پیدا میکنه. بس جلایش هم اونجا پیدا میکنه و باز بعد از او که خلاص شد میره به بخش خیاطی. بسیار خوب. این رنگایی که با کمپل استفاده میشه مطمئنا رنگای مخصوص است دیگه. بله دقیقاً. این رنگ نظامی است. یکی از ارگان‌های نظامی ما برای ما کمپل ها را سفارش دادن. ما برای از ما طبق مایلشان طبق لوگویشان که لوگویشان مجزدگی هست برای از او جور میکنیم. کمپل های رنگی ما امروز متاسفانه دیگه شما در روز آمدین که نوبت از یاست که باید این برش ترتیب شود و جور شود برشان ارسال شود. بسیار خوب. مدیر صاحب بعد از این بخش که بخش رنگ و شستن و خشک کردن است دیگه کدام بخش میرسه؟ بعد از این بخش خیاطی است و یک بخش ما اینجا داریم ماشینش ان شاء الله براتون نشان میتیم. میریم ان شاء الله او بخش امبوز است. یکی دیزاینی است که در روی خود کمپل میه مثلا توسط رنگ میه. یکی دیزاینی است که باز در کمپل توسط ماشین انداخته میشه. بسیار خوب. او ماشین ان شاء الله ما براتون نشان میتیم. بسیار ماشین جالب است. بسیار عالی. از بیننده وطندارای عزیز، واقعا وقتی که اینجا بیاین احساس خوشحالی میکنین از اینکه کشور ما به سمت خودکفایی روان است و ما میتونیم خود ما تولید داشته باشیم بر هموطنای ما. از اینکه جنسای کشورهای دیگه داخل کشور شوه قدر مثلا قیمتشون بالا باشه به اقتصاد مردم فایده نکنه. این که از تولید خودمون خریداری کنیم هم تجارای عزیز ما برشان فایده است، هم کسایی که اینجا کار میکنن برشان یک خدمت است و هم برای کشور ما اقتصادش بالا میره. نام خدا مدیر صاحب مدعی فابریکه که اومدم اگر تنامی بودم گم میشدم از بس کلان است. الحمدلله فابریکه ما مساحتش بسیار زیاد است چون ماشینری تعدادش بسیار زیاد است. بیشتر از 70 پای ماشینری است. این ماشینی که شما ببینید این ماشین امبوز و او ماشین سرش است که او هم برای کمپل ما کار میه هم برای موکیت ما کار میه. این فقط اونو گلایی که در کامرا انشالله دیده خود شد او امی گل در روی خود کمپل میزنه. بسیار خوب. قطع نمیکنه. فقط ماشین یک خاصیت داره که وقتی که سر کمپل میشینه توسط که حرارت در خود کمپل دیزاین جور میکنه. بله، ام تو پرس واره میشه. بله. هر دیزاینی را که ما خواسته باشیم میشه. مثلا اگر نامم برای شما جور کنیم دایش بسته کنیم میشه که در روی کمپل پرس کنه. واقعا عالی است. و این کمپل‌ها تمامش دو لایه است. بله 100% تمامش دو لایه هست. یک لایه هم انشالله که بر دو طرف قابل استفاده باشه انشالله او هم در پلان داریم که تولید کنیم انشالله. اندازه از یا باز یک نفره و دو نفره می باشه؟ بله اشتکانه هست. یک نفره هست دو نفره هست. سایزایشان فرق میکنه. سایزای ما از 1.70 2.20 یک نفره ماست. 2.20 2.40 ما دو نفره است. دو نفره است. بسیار خوب. وقتی که در یک پروژه میریم که مثلا ساخت و ساز می باشه یا امی یک محصول می سازن هر چیز انواع مختلف داره. مثلا قسمی که شما اشاره کردین بیشتر یک تکه می باشه چند نوع می داشته باشه. در اینجا فقط به یک کوالیتی و کیفیت ساخته میشه یا انواع مختلف داره؟ خب ما هدف ما این است اما پلان تولید ما اینی است که ما باید اعلی کوالیتی کمپل تولید کنیم و ما فعلا مواد خام ما تنها همون کوالیتی اعلی است که ما تولید میکنیم ولی با سایزهای مختلف. بسیار عالی. عزیزا بیننده باشین بخش خیاطی هم است و همچنان ناگفته نمانه که بر علاوه کمپل بخش موکیت هم است. ما رو همراهی کنید.
از 0 تا 100 تولید کمپل معرفی کردیم، تمام شد بر دوستان. بله. و بخش دوم که خوشبختانه در این بخش هم فابریکه شما فعالیت داره، بخش موکیت است. بله. در موردش بر ما بگویید. خب ما برای موکیت 5 پایه ماشین‌های اساسی داریم از کشورهای مختلف وارد شده. بسیار عالی. ماشینی هم داریم که در افغانستان هنوز وارد نشده و ما برای بار اول از او را آوردیم که او در قسمت پوم موکیت همکاری میکنه. پومایی را که شما میبینین در بازار به نام ازبکستانی بسیار مشهور است. بله. قبلا از ازبکستان می آمدن یا به کشور ما وارد میشدن، ولی الحمدلله دیگه ما از تینه برش بر زدیم، به توکل خداوند انشالله تولید داریم. کلاً 5 پایه ماشین است و هر 5 فعال است، در حال حاضر تولید داره. بسیار خوب. موکیت ها مواد خامش از خارج از کشور میاد؟ یک قسمتش از خارج از کشور میاد، یک قسمتش همینجا در داخل افغانستان تهیه میکنیم. بسیار خوب. چی خوب است مدیر صاحب که اگر روز برسه که تمام تولیدات و مواد و همش از کشور خود ما باشه؟ خب فابریکه ساختنش یک مسئله بسیار کلان است. در افغانستان سرمایه گذاری کردن و کار کردن و باز در قسمت مواد خام الحمدلله ما است از لحاظ طبیعت و منابع داخلی و زمینی بسیار غنی هستیم، ولی که زیادتر فابریکه ها در این قسمت نداریم. مثلا اگر ما حال فابریکه های آهن داریم، مواد خامش از ایران میاد، با وجودی که ما بسیار زیاد آهن داریم مواد طبیعی، ولی برای پروسسش امکاناتش انشالله که مساعد شود و کار ریش صورت بگیره. و این امکانات که مساعد شود مطمئنا برای فابریکه داران بسیار نتیجه خوب میده. برای هر دو جنا، هم برای دولت، هم برای فابریکه ها، هم برای ملت. بدون شک. بله. خب درباره ازی بر ما بگین که موکیت هایی که ساخته میشه فقط یک جنس داره، یک کیفیت داره یا متفاوت داره؟ نه، جنس های ما انشالله که متفاوت است در موکیت، نظر به بازار، نظر به روال اقتصادی مردم انشالله موکیت ها تولید میشه و به بازار عرضه میشه. بسیار خوب. مدیر صاحب در فابریکه بخت چقدر سرمایه گذاری شده؟ مطمئنا که بسیار یک مبلغ گزاف است. ما در کلن که به مسنجش ابتدایی ما بود، از او که ما زیادتر سرمایه گذاری شد و صورت گرفت، حدودا 1 میلیارد افغانی سرمایه گذاری شده. ماشاءالله 1 میلیارد افغانی. بله. بسیار پول گزاف است و انشالله که هموطنای ما از این خدمتی که شما برشان میکنین استفاده صحیح کنن، همکاری خود داشته باشن، هم حکومت و هم مردم. وطندارای عزیز بیننده برنامه باشین، انشالله صحبت‌های ما خب دوستای عزیز، ایام از تولید وطن که از 0 تا 100 شما بیننده بودین که به چقدر مشکل هموطنای ما ای را آماده می سازند با کیفیت بسیار عالی و میشه که مدیر صاحب برشان نشان بدیم که در آخر این قسم یک جنس با کیفیت و عالی تولید میشه. این دیگه کمپالا دیزاینایش مختلف است. دیزاینای مختلف و رنگای مختلف. رنگایش هم مختلف است. بسیار تقریبا بیشتر از 70-80 دیزاین و رنگ است. نام خدا. سرش ما هم رنگا هست، میتونین کوالیتی را توسط دستتون که لمس کنین معلوم میشه. من میخواستم همین لحظه میگه بگویم که وقت خودتان از نزدیک بیاین ببینین، لمس کنین، برتون معلوم میشه و تفاوتشون حس میکنین نسبت به کمپلایی که از خارج از کشور میاد چقدر تفاوت داره. مطمئنا اگه به این جنسیت و به این کیفیت از خارج بیاد قیمتش از 4000-5000 هم بالا میره. یک چیز ما میخوایم اضافه کنم، انجینرایی که پیش ما کار میکنن بالخصوص چینایی ها هستن یا میگن کشورهای درجه 3 نوع مال از ما میگیرن. اول کوشششانی میباشه از تجارشان که مالای که کنسل شده کشورهای درجه 1 میباشن اونها رو بگیرن. باز کوشش میکنن استاک بخرن. مثلا یک مالی که در فابریکه 1 سال 2 سال باقی مونده باشه، برای فابریکه دیگه مثمر نباشه، او را اینها میگیرن به قیمت ارزان. و اگر او هم نباشه باز کوالیتی بسیار پایان برشان فرمایش میتن جور میکنن. ما الحمدلله چیزی بسیار اپدیت، چیزی بسیار تازه پروسس شده خود افغان ها توسط خود افغان ها برای افغان ها انشالله که تولید داریم. بدون شک
100% دوستای افتخار وطن است. مدیر صاحب میخوایم ازتان پرسان کنم صادرات به خارج از کشورم داشتین از این کمپلا یا خیر؟ خب از ما تولیدات ما دیگه سالهای اوایل ماست. انشالله کوشش میکنیم که صادرات هم داشته باشیم. انشالله. بسیار تشکر میکنم از شما که در این بخش ما سلامت همراهی باشید. کردین، خیر باشید. معلومات دادین. به عنوان آخرین سوال میخوایم که آدرس و یا شماره که هموطنای ما که تجارت میکنن یا دکاندار هستن چی خوب است که از مال وطن، تولید وطن استفاده کنن؟ میشه که به عنوان نمونه برشان خب دفتر فروشات ما پیلن همینجا در خود فابریک است. سرک نو، دسپیچری، چاره‌ای دسپیچری نارسیده به علاکوزای، دست راست کارخانه کمپل سازی بخت. شماره را انشالله ما برای شما میتونیم در زیر اسکرینتان بزنیم. دوستا شماره رو میبینن. بخیر سلامت باشین. بخیر باشین. بسیار سلامت تشکر. بینندای خوب نازنینم، واقعا احساس خوشی دارم از اینکه امروز افغانستان به این جایگاه میبینم و انشالله که از این پیشرفت و بیشتر داشته باشه. ای که مثلا کمپل در خود کشور ما تولید میشه، موکیت یا فرش که استفاده میکنیم در خود کشور ما توسط دستای هموطنای ما تولید میشه، آماده میشه و به دست ما و شما میرسه. واقعا جای افتخار است. انشالله که تجارای عزیز ما دگام کوشش کنن از اینکه تولیدات داخل کشور داشته باشیم، اقتصاد کشور بالا بره و هموطنای ما بتونن که زمینه کار برشان مساعد شود و خرید کرده بتونن. اینه که ما بگیم محصولات خارجی از قیمتش بالاست ما نمیتونیم خرید کنیم. با امید از روزی که افغانستان در لیست کشورهای خودکفا ببینیم که انشالله فعلا هم تا جای رسیده. سپاسگزارتان هستم. این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردم از فابریکه تولیدی بخت که کمپل تولید وطن بر ما و شما ارائه میکنه. انشالله مورد نظرتان بوده باشه. منتظر انتقادات، پیشنهادات و کامنت های شما هستم. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعد الله نگهدارتان.